علمی معاصر نمودهای گوناگون پیوند را کشف کرده است که هر نمود این عملها در وقتها و فصلهای گوناگون گذرانده می شوند. بهترین پیوند که در دوره خولگی وقتی باغداران گذرانده می شوند پیوند زمستانه می باشد. از پیوند زمستانه استفاده برند. چرا؟ در حالت برف و باران زیاد که در صحرا کار کردنش دشوار است، او در گرمخانه ها همین تک پیوند و پیوند شونده را جمع کرده او را شسته با 3% محلول بردوسی کار کرده برآمده برای پیوند تیار کردنش از منفعت دور نیست. متخصصان توصیه می دهند که باغپروران می توانند این نمود پیوند را از دهه دوم ماه فوریه آغاز نموده تا دهه اول ماه مارس انجام دهند. برای پیوند زمستانه کردن همین تک پیوندی های تازه شستن در کار، تازه شستن در کار و آن نوع هایی که برای اون منطقه ضرور است، آن نوع هایی که برای منطقه فایده آور است، اون نوع ها رو مخصوصا نوع چهاکایی که برای پیوند در کار است تیار کرده، بعد از این پیوند شروع کردن کار. برای این پیوند چی در کار است؟ خودی تک پیوند کارچه های مخصوصی تیز، قیچی های تیز و سر و لباسی پیوندگری که به سر و لباس پیوند درست نمیشه. چرا که کارچه وقتی که افلاس شد او را باید چیزی باشد که باز تازه کرده پیوند دوم یا سوم را دوام دهیم. پیوند زمستانه منفعت بی‌نهایت کلان دارد. گذراندن پیوند زمستانه چندان دشوار نیست. یگانه طلبات در این کار مکان پیوندگذرانی تازه و با گرمی تامین باشد. تک پیوندهایی که از 0.6 تا 1 سانتی متر بهترین پیوند میشه. از وی باریکش گرفتش، یعنی گرفتش بی‌نهایت کم میشود. اگر بهتر میشد که دهقانایی که پیوند زمستانه میکنند آنها قوسی تک پیوند که قوسی پیوند شونده یک خیل گیرند. تک پیوند زیادتر باشد و قوسی نودچه‌ای که ما پیوند میاندازیم باریکتر باشد، بهترش همون آدمی که همین پیوند رو میکند از یک پهلویش کند، از یک پهلویش، یعنی زبانچه میبرارم. من همین پیوند در نزد من کرده شده است. من دیدید پیوند نمی جنبه. اگر این پیوند گرفته پرتیم تا که ماشین به پرتیم نمی جنبد. چرا که زبانچه یکدیگرش به در اومده مانند شیرش می چسباند و تمام علت هایی که در درون یشوک بیرون و گرفته موندن به او آسیب نمی رساند. درازی انا همین تک پیوند اقلا 2.5 سانتی متر باید بیاد. 2.5 سانتی متر، نه کم از 2.5 سانتی متر. آنانی که میتوانند تا 3 سانتی متر انا خیلی زبانچه میبرارد. پیوند شوی هم وقتی که ما سفید میکنیم تک پیوند و پیوند شوی سفیدی هر دوش یک خیل باید بیاد. اگر یکیش دراز بیاد و یکیش کوتاه بیاد پیوند دبون 80% دلپوری ها من میشد. وقتی که سفیدیش یک خیل اومد زبانچه ها با یک دیگر 6 پلانکه که سخت پیچوندیم او جابجا میشد. حتی گرفته اگر پرتیم هم هیچ نمیشد. انا همیشه با کمبوتی همین چی همین که انا همین سفیدی مون کمتر، انا همین سفیدی باید نموند. البته زبانچه من بریدگی کوتاه‌تر بریده بودم که پر نکرد، لیکن من میتوانم که این زبانچه رو درازتر کنم، ایشم درازتر کنم و داخلی یکدیگر جابجا کرده توانم. تجربه باغداران نشان داده است که نه همه نوعها با بعض تک پیوندها موافقت میکنند. در مورد ناموافقایی پیوند دوست با تک پیوند کرده ما ثمره دلخواه نمیدهد. آدمی ببستگی اون شخصی که با همین کار سر و کار دارد باید بسیار سخت بندد. حتی با نوک انگشت، با ناخن انگشت او رو زیر کرده بندد که همین از یکدیگر جدا نشود. وقتی که زیر کرده بستید در حالت گرم شدن هوای داخلی میدریزه چوب در قوطی ها در گرمخانه این دم میکند. بخار شوی گرمی از درون یشک مجبور میسازد که این همینجا شیرش پیدا کند، یعنی کالیس پیدا کند. وقتی که شیرش پیدا شد او را دیگر در گرمخانه نگاه داشتن درست نیست، نمیآید. چرا؟ از این مخچه هایی که در پیوند شده مخچه ها هست برگ ها زده نوده چاک ها زده میبراید. اگر اون نوده ها را ما احتیاط نکنیم
пайвандамон фоида намебарад. ҳамин мухшаҳо дам кардан пас навда набароварда ё такхона бурда бояд мо нигоҳубин кунем ё бурда ба замин шинонем. баъд аз пурра гирифтани пайванд бояд тасмаҳои полиэтилении пешонидашуда бурида шавад, зеро баъзан беаҳамиятӣ дар ин самт боиси бармаҳал хушк шудани навниҳол мегардад. ана ҳамин ниҳолчае вақте ки мо замин шинондем, баъд аз шинондагӣ мо як моҳ не 40 рӯз мегузарад. вақте ки 40 рӯз гузашт, ин плёнка ина ҷиқида иҷая борик карданаш мумкин. баъди шинондан аз инҷа 5 сантиметр навдаша карда бурдан баромадан 5 сантиметр навда карда ки баромад, шумо бо корчаи тез ё бо лезвае бо теғе ин плёнкаро буред. бисёр ҳолатҳо дидем ки ҳаминҷая бурида борик кардааст, боло ғафс поён ғафс байн борик. ин дар оянда дарахта шиканонданаш мумкин. барои ҳамин охири май ҳамин плёнка буридан лакор ин мешавад ниҳол тайёр барои шинондан ва барои фурӯш. аз ин рӯ бо истифода аз тавсияи олимону мутахассисони соҳа анҷом додани пайванд метавонад ба рушди минбаъдаи соҳа як заминаи мусоид фароҳам оварад.